خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من محمد هستم. تو این قسمت قراره بریم راجع به یه پروژه بیشتر صحبت کنیم که در واقع میشه چت بات هوشمند با قابلیت حافظه و پردازش چندین فایله که در واقع تو این پروژه از تکنیک رگ هم استفاده شده، RAG یا رگ، حالا هر جوری که دوست داریم میگین، که قدم به قدم در واقع حالا تو قسمت‌های بعدی قراره بهتون توضیح بدم که چی جوری اینو میسازیم و چه منطقی پشتشه، این چیه. اینجا فقط قراره یکم باش اول آشنا بشیم. خب معماری کلی پروژه اولش که حالا شروع میشه، در واقع اجرا میشه پروژه، بعدش یه سری فایل با اون ورودی دریافت میکنه، اون فایل ها رو پردازش میکنه. بعد شما میتونید از طریق اون LLMی که داریم استفاده میکنیم و استفاده از رگ در واقع با اون دوستمون با LLM صحبت کنید و راجع به اون فایل ها یا هر چیزی که بهش دادین سوال بپرسید، صحبت کنید با LLM. کاری که کردیم اینجا این بوده که توی بخش چون دریافت فایل که مشخص شروع هم که اصلا جای بحث نداره، استخراج و پردازش روی فایل های دریافتی، ما برای اینکه متن رو بکشیم بیرون از PDF ریدر پایتون استفاده کردیم، برای فایل ورد از پایتون داکس استفاده کردیم و برای عکس از OCR استفاده کردیم که در واقع بیایم عکس ها، در واقع اون کانتنتی که داخل اون عکس ها از مطالبی که هستش رو بکشیم بیرون. بعدش تو این مراحل خلاصه سازی انجام میشه. واقعیتش رو بخوام الان یه به قول معروف اسپویل یه ذره بخوام بکنم قضیه رو واسهتون، خلاصه سازی بیشتر واسه عکس انجام میشه. چون اگه بخوایم بیایم مثلا یه PDF مثلا از کتاب مثلا دوست دارم بهش بدم، یه کتاب رو خلاصه سازی کنیم، یه مقدار تمام منابع LLM شما اگه لوکال نباشه مصرف میشه، اگه لوکال هم باشه یه عالمه زمان اجرا میگیره. من بیشتر اومدم روی عکس این کار رو انجام دادم، چون اگر عکسی بهش بدید که مطالب زیادی رو نشه ازش استخراج کرد یا یه مقدار به اصطلاح ناواضح باشه کانتنت یا مطالبش، محتواش یه مقدار ممکن گیج بشه. برای همین یه خلاصه سازی به LLM میگه از بر اساس چیزی که اینجا هستش یه خلاصه به من بده که بعداً از اون خلاصه و کانتنت خود OCR استفاده کنیم. خب بعدش طبیعتاً تکست سپلیتینگ داریم که یکم مراحل آماده سازی متن برای اینکه بدیدش به LLM. بنده خدا گیج میشه اگه مثلا یه کتاب 200 صفحه‌ای رو بدید بعد تیکه تیکش کنید. در واقع از اینکه اسپلیتش میکنید یه سری چانک شما دارید، یه سری تیکه دارید که چانک بهشون میگیم. بعدش میدیم برای امبدینگ و وکتور استور که اینجا از در واقع اوپن API امبدینگز استفاده شده و فایس بکنم تلفظ میشد. آری. خب بخش بعدیش هم که مکالمه با چت بات، طبیعتا داریم از لنگ گراف عزیز استفاده میکنیم، از لنگ چین هم استفاده میکنیم این وسط. حالا میبینید دقیقا چی جوری. و برای مدیریت حافظه هم از لنگ گراف و از لنگ چین داریم استفاده میکنیم. نهایتا هم یه دونه چت فلو داریم که حالا با AI داریم حرف میزنیم، چت فلو تشکیل میشه منطقه. خب بریم سراغ بحث امبدینگ و وکتور. اینا رو جلوتر بیشتر و تخصصی تر باز میکنیم، ولی برای اینکه یه مقدار بدونید قضیه اصلا چی هست، چی کار داریم میکنیم، یه توضیح خیلی خیلی خلاصه اینجا میخوام بدم. امبدینگ یعنی تبدیل متن به بردار عددی. یعنی یه متنی داریم، مثلا اگر حالا مراحل ساخت LLM رو بدونید، یکم مراحلی که LLM ها رو در واقع کانتنت یا متنا رو بهش میدن و نهایتا اون لارج لنگویج مدل تشکیل بشه، تبدیل کلمات به یه سری عدده. خب اینجا تقریبا داریم همین کارو انجام میدیم که بتونیم یه در واقع مختصات، یه بردار تشکیل بدیم نهایتا. آره متونی که داریم و نزدیک به همه هم بعداً برای پیدا کردنش استفاده میکنیم که خیلی خوبه این قابلیت. این یه مقدار اگر کیمینز رو بدونید چیه توی بحث ماشین لرنینگ بهتون کمک کنه. نمیدونیدم مهم نیست، تو دوره توضیح میدم. البته اگه تبدیل به دوره بشه خیلی مطمئن نیستم راجع به این ویدیو و این دوره، بستگی به بازخوردی داره که این ویدیو میگیره. فایس چی هست؟ یک کتابخونه است برای جستجوی سریع بردارها، توسط فیسبوک توسعه پیدا کرده و یه سرعت خیلی خوبی داره. میتونید برید بنچمارک ها رو ببینید. وقتی متن ها رو تبدیل به بردار کردیم، فایس کمک میکنه که سریعترین و نزدیکترین ها رو پیدا کنیم. این یعنی چی؟ یعنی فکر کن شما یه جدولی داریم، مثلا من این دوستمون رو بردارم، خیلی علاقه دارم به مداد و ابزار
اینجا باید این اسمش پنه، باید بگیم خودکار. حالا کاری نداریم. یه بردار داریم ما، این مثلا یه دونه پلات خیلی ساده. اینجا فکر کنید یه سری کلمات هستن، رنگشون میشه عوض کرد. چی میکنید؟ اینجا فکر کنید یه سری کلمات هستن که شبیه همن. اینجا یه سری الان دارم کیمینز رو بیشتر توضیح میدم براتون، اگر میدونید چیه که بزنید برید جلو، اگرم نه که حالا شاید یه قطره به درگیر دانشتون اضافه کنم. و اگر من بتونم سریع‌تر باشم 2000 years later. خب این نقطه که مقدارم توپل‌تر و گنده‌تر هم هست نسبت به بقیه اینجا تشکیل شده و من میخوام ببینم که خب الان این چیزی که گذاشتم نزدیک به کدوم هاست. تو کیمینز، تو در واقع کیمینز، چقدر خوش خطم، تو کیمینز این ایه. تو کیمینز ما در واقع داریم میگیم کی همسایه نزدیک، یعنی کی عدد میشه، مثلا میگیم 2، این هم میشه همسایه، در واقع مین داریم میگیم. اینجا به همسایه هاشو نگاه کنید، مثلا به این رنگ که خیلی نزدیک نیست، احتمالاً اگه بخواد وصل بشه بگم مثلا کی 2 کمه، حالا مثلا بگم 5 که مقدار عدد این کامنتری هست، به این وصل میشه، به این وصل میشه، ولی به این و این و این وصل هم به اینا وصل میشه. برای همین تقریبا میشه نهایتا تصمیمی که میشه گرفت اینه که این جزء این گروهه، نه جزء این گروه. خب یا این گروه. حالا اگه مثلا نقطه‌مون اینجا باشه، به این و این و شاید هم یه دونه این وصل بشه که نهایتا تصمیم میگیریم که این نقطه‌ای که خیلی هم شبیه نقطه نشد، این چی میگه؟ خب ای بابا این دکمه چیه من میزنه. حالا خلاصه که اگه وقتی که به این وصل نمیشه تصمیم میگیره که اوکی این پس جزء زیر مجموعه این میشه. اینجوری تقریبا داره تصمیم میگیره که کلمات و مفاهیم به چه چیزی نزدیک ترن. حالا اینکه چجوری اتفاق داره میفته اگر به دردتون بخوره حالا بعدا میام توضیح میدم. 25 نیستش اینو بکنم 5، یه مقدار یکی میبینه گویی وحشت نکنه. خب این از این، امیدوارم این واضح بوده باشه، یه مقدار کمک کرده باشه حداقل. بریم سراغ مرحله بعد. اپندرش بیاریم. اوکی. چه زمانی اجرا میشه؟ ببینید وقتی که فایل‌ها پردازش میشن، متن‌ها به تیکه‌های کوچیک‌تر یا همون چانک که گفتیم، نه اینجا نمیشن، چانک به چانک تبدیل میشن، تقسیم میشن. اون متن گنده، مثلا فکر کنید 200 صفحه کتاب دادم، اومده مثلا تقسیم میشه به تیکه‌های کوچیک‌تر و هر تکه از برای هر تکه امبدینگ ساخته میشه. همون اول یه ایندکس فایس ساخته میشه و بعد هر بار که کاربر یه سوالی میپرسه از همین ایندکس برای پیدا کردن جواب استفاده میشه. این یه پروسه کلیه که داره میره. اول فایل رو میدیم، بعد فایل تبدیل به تکست میشه. من محتوای اون فایل رو میکشم بیرون، اینجا میام تو مرحله تکست. لیزر جان کجا؟ آره فایل، بعدش تکسته، بعدش اون تکست های مثلا طولانی، حالا 200 صفحه زیاده، مثلا فکر کنید 3 صفحه رو ما تیکه تیکش میکنیم، چانکش میکنیم، یا حتی یه صفحه رو ممکنه چانکش کنیم. بعد حالا اون چانک رو در واقع تبدیلش میکنیم، ازش امبدینگ میسازیم، ایندکسش میکنه فایس و بعداً برای جواب پیدا کردن استفاده میشه. به همین زیبایی. مراحل کار توی این پروژه من در واقع موقعی که سوال پرسیده میشه، حالا این متن رو بخونید، این همپوشانی هم چیز باحالیه، حالا میریم جلوتر میبینیم. یه سوال میپرسه کاربر، بعدش تبدیل به بردار میشه، بعد جستجو تو نزدیک ترین بردارها تو فایس اتفاق میفته که همونی که چند تا اسلاید قبل کشیدم. نهایتا یه سری متن‌ها انتخاب میشن و اونا رو میدیم به LLM، چانک ها رو میدیم به LLM تو این مرحله که LLM بتونه جواب کاربر رو بده. در واقع داریم حجم رو میاریم پایین و اون چیزایی که مرتبط تره رو میدیم به LLM تا LLM میتونه جواب ما رو بده. امیدوارم که واضح باشه. بریم کد ببینیم. خب بریم سراغ یه مثل در واقع اون پروژه که نوشته بودیم، بریم ببینیم که چی جوریه. اینجا که گفته میتونید اینا رو آپلود کنید
و فایلاتون چتاتون هیچ وقت نگهداری نمیشه. این واقعا تو فقط رم نگهداری میشه و بعد اینکه شما یه F5 بزنید یا صفحتون رو به اصطلاح ریست کنید یا ریفرش کنید، هم چی باید بهش میگن، پاک میشه همه چی. این از این. بریم یه سری فایل بدیم. خب من یه سری فایل الان بهش دادم، در واقع اینا رو دارن باز میکنه، تیکه تیکشون میکنه. خب دو تا فایل بهش دادم که در واقع یکیشون یه لیتریچر ریویو کوچولی بود که واسه تکلیف انجام داده بودم، یکی دیگه‌ش هم یه دعوتنامه است برای یه ایونتی واسه یه ساحلی یا همچین چیزی. خب من ازش میخوام بپرسم که حدوداً این چی هست. بگم که my name is Ali مثلا. What info do you have؟ ببینم چی میگه. خب این از این. خب انا ازش میخوام بپرسم که ببینیم که اول حافظه داره یا نه. What's my name؟ Your name is Ali. اوکی این از این. بعد بگم که should I take anything for the event؟ گفته که باید سومسوت ببرین، کلو ببرین، کلا چیز میزه این شکلی ببرین، اگه خواستین توپ هم بیارین. دیگه بگم درباره رفرنس مقاله ها بهم بگو لطفا. نه فارسی هم جواب میدونم چون چک نکنم. این در واقع این پروژه یه بخش کوچیکی از یه پروژه بزرگتر بود که حالا اونجا چیز بالاتری پیاده سازی شده بود. آنچه من به حال اینو راست چین گذاشتم، چپ چین گذاشتمش، یه مقدار همین متن عجیب غریب و خرابه، ولی میتونه فارسی هم طبیعتا باهاتون صحبت کنه. اینجا رفرنس اون لیتریچر ریویو که مشقم بوده رو گذاشته و بگم که نتیجه گیری چی بود. یه چیز خوبی که داره اینه که احتمال به اصطلاح توهم زدن LLM شما با این حالت میاد پایین‌تر و اینجوری اتفاق بهتری داره میافته. حالا مثلا اینجوری در واقع بر اساس اون فایل هایی که دادیم، یه دونه عکس دادم الان با یه دونه فایل PDF. شما طبیعتا میتونید فایل ورد هم بدید. بریم سراغ خود کد. خب توی این مسیر گذاشتمش، حالا اگه سرچ کنید من لینکش هم تو دسکریپشن گذاشتم، یه نگاه بندازین. یه استار هم اگه رسیدین اینجا بزنین، این استار رو بزنین، من خیلی خوشحال میشم. خلاصه از پروژه و این چیزایی که هستش گذاشتم. برای ریکوایرمنتس، چیزایی که باید نصب داشته باشید قبل از اینکه بخواید پروژه رو اجرا کنید، من اینجا گذاشتم لیستش رو. طبیعتا بریم سراغ خود کد اصلی. خب داستانی که داریم اینجا اینه که اول از هر چیزی که حالا یه سری از کدایی که اینجا میبینید مال خود استریملیته. خب از استریملیت برای اجرای پروژه و خیلی چیزا استفاده کردیم. ببخشید. و طبیعتا لنگ گراف استفاده کردیم، از لنگ چین استفاده کردیم و خیلی چیزای دیگه. یه سری سیکرت کی داریم که من طبیعتا اینجا نذاشتمش، اینجوری از طریق دوست عزیزمون اسمش چی بود؟ اینجا شیوه دیگه لود میشه. من فکر کنم مثل اون یکی پروژه است که با .env لود میشه. هیچ. بعدش فایل ها رو قابلیت آپلودش رو فراهم کردین. آپلود سکشن، نه خود آپلود. حالا شما بعدش که بعد از اینکه فایل ها رو دریافت میکنید، اگر عکس طرف بهم بده، من از یک ابزار OCR استفاده کردم. خب که اینجا برمی‌داره، حالا زبونش رو دیفالتش رو به انگلیسی گذاشتم، آپلود میکنه و منتظر میشه که متن رو اون OCR بکشه بیرون. خیلی واقعیتش دقت بالا خفنی نداشته، ولی حالا بهتر از چیه، از OCR اسپیس استفاده کردم اینجا. فکر کنم یه بازه رایگانی هم بهتون میده که میتونید ازش استفاده کنید. بعدش متن رو میایید میکشید بیرون. اومدیم اینجا بررسی کردیم که آقا تاش PDF داکس، نمیدونم
PNG چیه. اگر PNG اینا باشه که میدمش به این فانکشن این بالا که پاشه بره متنش رو بکشه بیرون، و اگر PDF با استفاده از PDF ریدر متن رو میکشن بیرون، یا اگر ورد که با استفاده از این دوستمون داکس که این بالا معرفیش کردیم، import docs. اوکی، این از این. خب این از این متن رو کشیدم بیرون. بعدش اومدم از AI استفاده کردم که داکیومنت رو توضیح بده. میتونیم این کار رو واسه همه فایل ها بکنیم، ولی من خودم به شخصه فقط برای در واقع عکس انجام دادم همونطور که قبلا گفتم. بعدش میریم سراغ بحث آپدیت کردن وکتور استور. بعد اینکه عکس‌ها یه بار دیگه هر موقع که عکس در واقع فایل ها آپلود میشن، ما یک بار دیگه باید متن ها رو بکشیم بیرون دیگه، درسته؟ حالا من اینجا اومدم گفتم که آقا کلا هر موقع آپلود شد بکشیشون متن ها بیرون. در واقع یه سری پریویو هم نشون دادم. حالا متن خودتون هم بدین به این متن، به در واقع این میتونید ببینید که چه اتفاقی داره میفته. از فکرم GPT 4 هم استفاده کردم اینجا، درسته؟ آیا؟ آره، از GPT 4 مینی. خیلی هم خوب. و متن رو در واقع با استفاده از Recursive Character Text Splitting که اگه حالا این دوره ادامه بدم قطعا باید توضیحش بدم، درست کردم. چانک سایزمون 500 تا کاراکتره و 50 تا هم اوورلپ بهش دادم. میریم اینجا جلوتر، مهم نیست، بریم سراغ وکتور استور. وکتور استور اون همونطور که گفتم از OpenAI Embeddings استفاده کردم که در واقع OpenAI کی رو بهش میدم و بعدش شروع میکنه اجرا شدن دیگه. اینجا هم که LLM رو درست کردم، گفتم که میخوام از این استفاده کنم برای لنگ گراف این دوستمون. چت OpenAI هم که طبیعتا از لنگ چین استفاده شده و چت باتمون هم که این کد کلیشه. کامنت هم حدودا داره، فکر کنم کارتون رو راه بندازه همونا دیگه. این مموری هستش، هیچ گونه پرسیستنسی به اصطلاح نداره. متن رو چت رو نگه نمیداریم به هیچ وجه و بهتونم دیدی که چت کردیم نشون میداد چت قبلی رو. دیگه چیز خاص دیگه من نمیبینم که الان بخوام توضیح بدم. در کل این که امیدوارم تا اینجا این ویدیو واسهتون واضح بوده باشه و ببینم چه جوری. اگه حالا دوستان علاقه داشتن من بیام بیشتر اینو توضیح بدم، اگه نه همین کافی بود، مثلا میتونید بیاید کد رو ببینید اجرا کنید، کافیتونه که کافیتونه. اگر نه حالا دوره رو ادامه بدم، خودم دوست دارم ادامه بدم. و بله، مرسی این ویدیو نگاه کردید. امیدوارم یه قطره به دریای دانشتون اضافه کرده باشه. تا ویدیو بعدی، فعلا.